یه وقت شاه قماربازی کرد. من بچم بابام برای ما همین تعریفات را میکرد. با یکی از افسران آمریکایی باخت، قمار رو باخت، باید بده، گفت نمیدم. چنان لگد به خاصره شاه زد. اون وقت معروف ما بچه بودیم میشنیدیم شاه رفت بیمارستان، باد فتح گرفته بود. باد فتح به خاطر لگد زدن یک افسر. آخونا با سفیر ما بد عمل کردن در شوروی. یه سیلی بهش زده بودن، به امام خبر دادند و اینها. بعد امام فرمانده سپاه اون روز را خواست، آمد گفت جبران کن. سفیر شوروی را خواست، آمد. وقتی که آمد 1 ساعت روی پای او را نگه داشت. هنوز نوبتت نرسید. سفیر و شوروی. بعد از 1 ساعت گفت بیا تو. آمد تو، بلند شد و اینها. رفیق دوست زده این سیلی را. بلند شد و یک سیلی در گوشه سفیر شوروی زد. گفت برو به اربابت بگو این سیلی به جای اون سیلی.